خوش اومدی به چنل ما، چنل تینت شو. دومین ویدیو ما دیسپک سنگین رضا پیشرو رو میخوایم با هم بررسی کنیم، ببینیم چند باشه. به سهراب امجی که دادیم 7.5. ببینیم آهنگ رضا پیشرو چطوره. بریم سراغ آهنگ. خب آقا، آهنگ رو باز میکنیم ببینیم چی خونده رضا پیشرو. یه شکل اینطوری مانندم داره. تصویر حالا تو عکسم میارم براتون. آهنگ رو شروع میکنیم. اومدم سراغت پلیس میخوام امشب نظام تو آباد کنم. شما حکومتی ها رو چه به داماد شدن. با الله این طلبا خودم کاراتو کنم تا این دفعه جا خود چاقاله چه بابات بلند. هر سال تو قایم میشیم پشت مامورا. خونت بره نظام آباد ریخته کل دندونا. ترام بسود بچه اون سری چرا گفته بود دارم نظام آباد رو متر میکنم؟ این جواب به همون دیسپکش ها. میگم همون کنن با خودت همه پسرمون. دیست بود یا خود زنی کله گلابی. حالا همه دیگه میدونن تو بچه مولایی. کبابی زدی میری دنبال سنگ کوکائین. 20 ساله میری در خونه بابی بر خماری. شاکی کل بدم بهم میدم 10 برابرت. آره پناهنده شدم ولی رپ برا منه. خودت هم میدونی که قلم من اینجا هم گفته بود آره دیگه اون رپر گدی مرده. اینم اومد جوابش اینطوری داد رضا پیشرو. برکت زندگیم وجود چند برادره. این هم اینجا چرا گفتین چند تا برادر 3 تا برادر هیچی نشدن؟ جواب همونم اینطوری داد. واکسن که بلای اول آخره. بازم اصلا زیر میزی رقم برات زده. جایی که من الان باستادم بعد شهادته. من تو بهشتم نگو این طرف فرام بده. نه شما این کارو شروع کردین اما پرچمتون رو ما فرو کردیم. مثل آفتاب طلوع کردیم. آره حقیقت همینه چاقال دروغ تحتیم. فصل یکو تو شروع کردی ولی کسکونتون رو ماها گروب کردیم. بعد لندن شما غروب کردین. آره حقیقت همینه چاقال دروغ رفیقامون برا ببینن جغت میکنن. بیا سر چرا الان دارن عرق میخورن. دونه دونه بهم زنگ زدن گفتم بی خیال. گفتن حکم لازمه گفتم غلط میکنن. بس چیه تو خودت پلیسی چاقال. اومدی پایین دنبال کردیم دویدی بالا. بدون هنوزم اون رپر قدیمی زنده است. تو هم تازه فهمیدی که گوینی بابا. این بار باعث دیست من بریز تو جیبش. باید مهد کنی به همشون بدی کوبیده. من همتونو میخوام چون که سری دوزیه. شاید تو هم یه روز فرار کنی بری سوریه. از پایگاه مقاومت که تو چجه سرابو کرد سامان سرابو امجی تخماشو بس پستون تو کلاب هست. وقتی داریرون تو بگه سیجی سرای سرتون تو کلاب هست. بذار بچه محلا جای ما همه تلفونم گازن. برام فردی نداشت اون روزا زندون و عبادت. رفیقتم اون روزا کردم مهمون رفاقت بماند. این رپ لعنتی خونمه واقعا. ببخش اگه آبجی ندارم و شوهرت دادم. خب من رفتم خدا. خب آقا من میکروفونم وصل کردم و بریم مگه آهنگ رو گوش بدیم. من که رفتم مردم. خیلی خوب دیسش کردم و بودش که بگشم بشنویم. هنوز نشش حدودا 1 دقیقه و 30 ثانیه‌اش مونده. ببینیم چی کار میکنه رضا پیشرو. کاری نکن آفار بیا در دکونه بازدار شدم با دیدن این گله شلوغه. خوبه که تو گوستم میفهمی کی شکونه. بعد 15 سال رفته تو خونه. بعد 16 سال چی قراره بخونه. خونه گیه وقتی ما رفتیم نمیره خونه. گله بو میکشه به یک جور سفیدتونه. نجیر خونه منکه نحوز علمیم. نه دنبال صدقه با خود ملیم. نمیرم تو تلویزیون و کسا شعر میگم. من نظامی ها دورم منو پوز اسم میدم. بچه خیلی داره بک میخون. نابود کرده سهراب امجی. نمیدونی که این بازی مال ما داشت. آره داداش حالا ما شدیم قابل. تو شدی حابیل. حالا حابیل قابل کشه. حابیل قابل کش. قابل کش. خب بچه ها خیلی خوب خوندش. ممنونم که تا آخرین ویدیو با من بودید.
خیلی ازتون ممنونم. لایک و سابسکرایب و کامنت های خوشگلتون یادتون نره و زنگوله رو بزنید که ویدیوهای جدید گذاشتم حتما ببینید. خداحافظ همه شماها.